سلام بینندگان آینه نیلگون. اینک نخستین برنامه اطلاعاتی خبر را از طریق تلویزیون ماهوارگی مستقل صفا برای شما پخش خواهم کرد. امروز 8 آگوست سال 2013 در استودیوی مرکزی بیک رحمانی. امروز تمام مسلمانان جهان عید سعید فطر را قید کرده ایستادند، اما برای کارمندان ایجادی تلویزیون ماهوارگی مستقل صفا امروز دو عید است. عید در حیات این کارمندان خیلی بزرگ جشن گرفته می شود. عید بزرگ فطر و آغاز پخش برنامه‌های رنگین تلویزیون ماهوارگی صفا که نخستین بار در قطار تلویزیون‌های بانفوذی جهان پخش خواهد شد. لطفاً اجازت فرمایید تبریکات هیئت ایجادی تلویزیون صفا را به تمام مسلمانان جهان که امروز عید بزرگ فطر را جشن گرفته ایستادند قرائت نمایم. السلام علیکم تماشابینان گرامی. از خداوند می‌خواهیم که در این ماه مبارک تمام طاعت و عبادت و خیر و سخاوت ما و شما را به درگاهش قبول کند. خدا کند که این عید برای یکایک ما عید عشق و دلبستگی و پروردگاری به همتا باشد. الله تعالی با فضل و مرحمت خود روزه و نمازهای تمام مسلمانان را قبول فرماید و در این روز سعید گواهنامه رهایی از آتش دوزخ را برایمان ارزانی فرماید. در این روز پر از شادی و خرسندی گناههای ما مسلمان را بیامرزد و دلهایمان را از تمام کینه و کدورت و بغض و عداوت همدیگری پاک نماید. همچنین در این روز ما را به انجام عملهای خالصانه و صمیمانه توفیق دهد. عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیرهای نفس و خواهشات آن مبارک باد. برادران و خواهران عزیز، امروز عید است. تمام مسلمانان جهان این عید سعید را با تمام شکوه و شهامت خاص جشن گرفته ایستادند. فدراسیون روسیه که یکی از کشورهای ابرقدرت جهان محسوب می‌یابد، مسلمانان آن نیز این عید بزرگ را با تمام نازکی‌ها و بزرگی‌های خاص خود استقبال گرفته ایستادند. مفید به یادآوری است که این کشوری ابرقدرت در خاطر دین و آیین اساسی خود دین مبین اسلام را در سراسر حدودش با تمام ادیان دیگر برابر دانسته آن را در مکاتب میانه و تمام مساجدی که در حدود فدراسیون روسیه قرار دارند اجازه ترغیب و تشویق داده است که این هم برای تمام مسلمانان این کشور مبارک است. به همین خاطر امروز در تمام مناطق فدراسیون روسیه مردم آن این عید را با طبع بلند و دل خوش و خرم پیشواز میگیرند. تمام رسانه‌های خبری این کشور از برپا شدن این عید سعید فطر برنامه آماده نموده با تمام رنگ‌های آن از طریق تلویزیون‌های مختلف پخش کرده ایستادند. امروز تمام مسلمان جهان عید سعید فطر را در تمام گوشه و کناره‌های جهان با صورت خیلی بزرگ جشن گرفته ایستادند. مردم مسلمان با نمودی ظاهری عیدانه و قلب‌های پاک انسانی تمامی 30 روزی روزه‌داری را با یاد اون خداوند پاک و بزرگوار پس سر نموده قلب‌های خود را از تمام ناسازی‌های زمان پاک ساختند. در این حال از طریق تلویزیون ماهواره مستقل تاجیک چند نفر از گوشه و کنارهای دور نزدیک آمادند تبریکات خود را با تمام مسلمین رسانند. در نوبت اول ایلدار الدیونوف رئیس اداره مسلمان شهر مسکو و همچنین مفتی شهر مسکو تمام مسلمانان فدراسیون روسیه را با کمال میل تبریک و تهنیت گفته آنها را در زندگانی به راه راست هدایت می‌کند. Благодатный месяц Рамадан завершился. Люди в течение 30 дней воздерживались не только от еды и питья, но воздерживались от всего неправильного, от всего греховного. А многие позитивные изменения стали частью их сути. И мы поздравляем с наступлением благодатного священного праздника Ураза Байрам. Поздравляем всех, как мусульман, так и не мусульман, но в первую очередь, безусловно, мусульман и тех людей, которые искренне с верой во Всевышнего соблюдали пост, старались соблюдать одно из предписаний нашего Создателя. Еще раз от имени Духовного управления мусульман города Москвы, от имени прихожан Московской соборной мечети, я искренне всех поздравляю, желаю всех благ
и желаю того, чтобы Всевышний дал нам возможность увидеть те неописуемые награды, которые готовят нам за соблюденный нами пост в этой жизни, чтобы мы увидели эти награды в вечности. گیدر جمال رئیس کمیته اسلامی فدراسیون روسیه نیز به سود ما تشریف آورده بهترین و قیمتترین سخنان خود را برای تبریکات برادران اسلامی خود دریغ نمی‌دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سیدنا محمد مصطفى و آله و اصحابه حر میامن و منتجمین. برادران و خواهران اسلامی، من از طرف امت روسیه برای شما میخوام تبریکات را اظهار میکنم راجع به این ماه رمضان، عید الفطر در سال هجرت 1435. این ماه رمضان یک اهمیت خصوصی دارد در دورانی که ما زندگی میکنیم. ما میبینیم که از طرف چپ مثلا ما موفقیت بزرگ میبینیم، موفقیت های بزرگ ها رو میبینیم در روش سیاست اسلامی. از طرف دیگر ما ضربه های بزرگ رو حس میکنیم از طرف کفر، از طرف دشمنان اسلام. و این ماه رمضان که ما صبر میکنیم راجع به کوشش های ما در اسلام، راجع به ایمان ما در راه اسلام، ما این ماه رمضان و مشکلات که با صوم وابسته می شوند صبر می کنیم برای آنکه تن عمومی امت را حفظ کنیم و وحدت ما را حفظ کنیم که همه ما در یک جبهه، در یک میدان، در یک کوشش جمع شدیم. ما 1.5 میلیارد مسلمان ها، 1.5 میلیارد نفرها می شویم در دنیا، از استرالیا تا آمریکا، از اروپا تا ژاپن، همه ما یک قوه بزرگ می شویم و هر ماه رمضان ما از نو حس می کنیم که ما یک تن واحد، یک تن عمومیه. بنابراین یک بار دیگر میخوام به شما تبریک میگویم و ایمانی متین، ایمانی محکم و موفقیت های بزرگ را برای شما آرزو میکنم و میخوام که هر چیز در زندگی شما برادران و خواهران خوب باشد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ماکسیم شفچنکو ژورنالیست اعضای پالات جمعیتی شهری مسکو نیز آماده است حرفهای قلبی خود را در این روزی سعید برای مسلمانان فدراسیون روسیه دریغ ندارد و میخواهد که با این تبریکات یگانه همراه باشد. Хочу прежде всего поздравить всех телезрителей с Ид-аль-Фитр, с прекрасным праздником, который празднуют мусульмане по всему миру. Я сам православный христианин, как и большинство граждан Российской Федерации. Но сегодня, в эти дни, мы с нашими братьями-мусульманами, с таджиками, с узбеками, с кавказцами, с теми, кто проживает в России, с теми, кто по всему миру каким-то образом хочет быть связанным с Россией, работать в России или иметь отношения с Россией. Ваш праздник — это и наш праздник сегодня, поэтому пусть Всевышний пошлет вам всем благословения во всех ваших добрых делах, пусть ваши семьи будут здоровы, пусть ваши ближние не знают заботы, не знают никаких чрезмерных тягот. Ну, а тяготы разумные нам и так всем Всевышний послал в этой жизни для того, чтобы мы становились лучше и совершеннее.
آره، عید سعید فطر چه در افریقا و اروپا چه در آسیا و امریکا یک رنگ جشن گیری شده ایستاده است. این عید به خصوص در کشورهای مسلمانشین با تمام شکوه و شهامت خاص خود تجلیل شده که این یک وحدت محکم و نشانه حسن تفاهم میان تمام مسلمانان می باشد. در این لحظه استاد محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نماینده خلق در پارلمان کشور از جمهوری تاجیکستان به سوی ما پیوست می شود. استاد محیدین کبیری از تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با استفاده از این فرصت همه مسلمانان جهان را به خصوص هموطنان عزیزمان شهروندان تاجیکستان را به فرارسی عید سعید فطر تبریک میگویم و از خداوند منان قبول عبادت ها و روزهای عید خوبی را برایشان تمنا دارم. به خصوص هموطنان عزیزمان را که در خارج کشور به سر میبرند و شاید طریق اینترنت این پیام ما را دریافت کنند، ایشان را هم به روز سعید عید تبریک میگویم و برای اون همه زحمت هایی که در مهاجرت کشیدند، به خصوص عبادت هایی که در غربت انجام دادند و ریسکی که برای هموطنان و برای خانواده هایشون فرستادند، برای اون تشکر میگم. واقعا این ماه رمضان گذشته بسیار یک ماه خاصی بود، ویژگی های زیادی داشت و اگرچه در سال بسیار هم دشوار راست آمد که گرمای خیلی تفسان در این تابستان بود، ولی مسلمانان با یک سرسپردگی و اخلاص کامل این امتحان را پس سر کردند و ما شاهدی آن بودیم که جوانان و حتی نورسان، پیرمردها و بسیاری از شهروندان ما رمضان این سال را با طاعت عبادت گذراندند و مسجدها پر از جوانان بود، از نورسان بود، از نمازگزاران بود که کشورمون را یک شکوه و شهامت پر از معنویات و برکت فرا گرفته بود. بار دیگر هموطنان عزیز را به این عید سعید فطر مبارکباد میگم و از خداوند برای همگان سربلندی را خواهم. استاد دیگر مولا مختارف معاون رئیس کمیته دین و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه نیز مسلمانان این کشور را با فرارسی این عید بزرگ تبریک گفته است. من در این روزی فرهمندی در عید فطر همه مسلمانان کشورمان را، برادران مؤمن را، در قطار آنها دیگر افرادی که در جمهوری تاجیکستان سکونت دارند تبریک میگویم و آنها سلامتی، موفقیت، پیشروی زندگی را تمنا دارم. در این روز در جشنگیری عید سعید فطر از خرد تا بزرگ، خواهران و مادران و پدران و ریش سفیدان هر یک ملت و خلقیت سهمگزار هستند. در این لحظه روحانی سرشناس تاجیک استاد محمودی توره جانزاده از جمهوری تاجیکستان آماده است بهترین و قیمتترین حرفهای قلبی خود را با تمام بینندگان آینه نیلگون و در سیمای آنها تمام مسلمانان جهان رساند. اینک محمود توره جانزاده از جمهوری تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با استفاده از این فرصت مناسب همه مسلمین جهان را، علل خصوص هموطنان عزیز را و بالاخص برادران مهاجر خود را به مناسبت این عید سعید، اولین عید مسلمین جهان، عید مبارک رمضان، از عمق جان و صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض میکنم و از خداوند تبارک و تعالی برای کل امت جهان اسلام و علل خصوص برای هموطنان تاجیکستانی، خواه درون مرزی و خواه برون مرزی، توفیق بیشتری طاعت و عبادت و پیروی از قرآن و سنت مسئلت دارم. امیدوار هستم که خداوند اون توفیقی را که در طول یک ماه مبارک رمضان برای امت اسلام با وجود سخت بودن مشکلات ماه مبارک نصیب روزی گردانیده بود، در تمام عمر و در تمام سال برای ایشان خداوند موفق بگرداند. البته این رمضان چنانه که میدانیم برای امت اسلام
خیلی رمضان مشکل و خیلی رمضان سخت بود، چون در روزهای طولانی سال و گرم و پرحرارت سال این رمضان موافق آمد. بنابراین امیدوار هستم که انشالله پاداشش هم برای امت اسلام خیلی از جانب خداوند بزرگ است. این چنین برای برادران مهاجر هموطن عزیزمان که در خارج از کشور با سعی و تلاش برای دریافت نفقه زندگی و قوت لایموت اهل بیت و خاندانشان رنج میکشن و زحمت میکشن، با وجود طولانی بودن روزهای کشور روسیه که تقریبا 20 ساعت و 18 ساعت است، ایشان مشکلات پشت سر کردن و این ماه مبارک رمضان با طاعت و با عبادت سپری نمودن. برای ایشان هم از خداوند عمر دراز و تن صحت و رزق فراخ و در کارهایشان از پروردگار برکت آرزو دارم که خداوند با روزه نصیب بکند که این هموطنان دور از وطن ما برای آبادی کشور خود ما هم در سرزمین تاجیکستان سهم گذارند. خداوند اون روزه را نصیب کنه که در تاجیکستان برای کل هموطنان جای کار و جای کسب و زندگی نصیب روزی گرداند و باز پروردگار مهاجرهای ما را چون پرنده های مهاجر دوباره به وطن خود بازگرداند. چون که قید کرده بودیم کارمندان ایجادی تلویزیون و بینندگان عزیز امروز دو عید را استقبال میگیرند، عید فطر و عید آغاز نخستین برنامه‌های تلویزیونی. به همین خاطر امروز چند از شخصان آبرومند جامعه به استودیوی شبکه تلویزیونی برای تبریکات هیئت ایجادی و بینندگان عزیزیان پیوست گردیدند که ما با یک احترام بی‌پایان رشته حرف‌های شیرین تبریکاتی را نزد آنها می‌گذاریم. الکسی سیمون فرزند ملت از آغاز برنامه‌های شبکه نوین تاجیک امروز با فعالیت خود پرداختند. خیلی خرسند بوده فعالیت آن را میان دیگر رسانه‌های با نفوذ جهان فال نیک می‌خواند. Я поздравляю всех тех, кто вынужденно или по желанию, или временно пребывает здесь с появлением вашего канала. Каждый народ имеет право, в том числе, находясь в России, быть услышанным на своем языке от людей своей веры, своего пристрастия, людей, подчиняющихся закону этой страны, но при этом вольных, свободных, уверенных в себе, благополучных. И я всячески желаю зрителям этой вашей новой кампании, чтобы знак, что у вас появилось телевидение, был хорошим знаком вашей жизни. ماکسیم شفچنکو ژورنالیست اعضای پالات جمعیتی شهری مسکو همچون ژورنالیست و بیننده این تلویزیون امروز بهترین و قیمتترین سخنهای خود را از آغاز فعالیت این شبکه برای هیئت ایجادی و بینندگان این پیشکش می‌نماید. ماکسیم شفچنکو شهری مسکو. Я рад, что заработал новый телеканал, который сможет доносить до граждан Таджикистана, где бы они ни находились, до всех, кто владеет прекрасным древним языком дари или фарси, его разными диалектами, правду о происходящем в современном мире, о происходящем в России. Я надеюсь, что телеканал САФО станет также каналом обратной связи между теми гражданами Таджикистана, права которых в России каким-то образом нарушаются или которые хотят защитить свои права. Пожалуйста, прошу вас, обращайтесь сюда журналистам, они будут всегда поддерживать теснейшую связь с правозащитниками России, с представителями общественных организаций России, с Советом по правам человека, членом которого я тоже являюсь, и всякое нарушение ваших прав мы всегда будем отслеживать и всегда будем стараться вам помогать. Но, несмотря на эти вот важные и серьезные... اینجا برنامه اطلاعاتی خبر از تلویزیون ماهواره مستقل صفا به پایان میرسد. در این انتهای برنامه ما تمام مسلمانان این کشور را با فرارسته عید فطر تبریک و تهنیت گفته برای آنها سربلندی و بردباری ها را خواهانیم. عیدتان مبارک باشد خواهران و برادران عزیز.